بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از سیمای ام حکیم بنت حارث رضی الله عنها، همسر اکرمه بن ابی جهل. اگه یادتون باشه گفتیم که حارث که پدر ام حکیم باشه برادر ابو جهل هست. ابو جهل عموی ام حکیم هست. دقت میکنید؟ ابو جهل پس عموش هست. همسر ایشون اکرمه هست. پدر ایشون، مادر ایشون، بالاخره کل طایفه ایشون گفتیم از دشمنان سرسخت اسلام بودن. از کسانی بودن که تمام تلاششون رو کردن برای مقابله با اسلام. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکه رو فتح کرده. فتح الفتوح. بخشش و رحمت پیامبر شامل حال اینها شد. البته تعدادی رو هم پیامبر خونشون مباح کرده بود که به خاطر عباس جنایت کرده بودن. از جمله که شاید همسر ایشون بود که فرار کرد، اکرمه. ام حکیم اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با سایر زنان، مسلمان شد. بالاخره اسلامش رو اعلام کرد، صادقانه پیامبر هم قبول داد. گویا رسول الله شوهر من ترس شما فرار کرده، اینو ببخش، از خونش بگذر، بهش امنیت بده، من برم شوهرم رو بیارم که نمیخوام با کفر از دنیا بره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بله، من تأمین بهش میدم، از گذشتیم از همه اشتباهاتش و قتل جنایتش، برو بهش خبر بده. این خودشو بالاخره به شوهرشون داستانی داره که در داستان اکرمه بن ابی جهل با هم خوندیم که چگونه این رفت و بالاخره خودشو به همسرش رسوند و چه داستان خیلی سختی و طولانی هست. شخصی باهاش همراه شد، در اون راه شخص بهش قصد تعرض داشت، این هی اون این دست اون دست، اینو بالاخره معطل کرد و تا بالاخره به شوهرش رسید. به شوهرش گفت نگاه کن کجا داری میری؟ گفت من میخواد از جان خودم فرار کنم. گفت محمد تو رو تأمین داده و فلان و گفت واقعا اینجوری با هم برگردیم. بعد به شوهرش هم داستان تعریف کرد که شوهرش با طولها انتقام گرفت، قبل از اسلام بود، از اون شخصی که قصد تعرض داشت. شوهر خواست با همسرش نزدیک بشه، گفت نه من مسلمان شدم دیگه، تو مسلمان نیستی، ما با هم حلال نیستیم، من فقط اومدم امنیتی که پیامبر به تو داده، بخشش پیامبر رو بهت خبر بدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتیم به یارانش چی گفت؟ گفت نیا کنید اکرمه داره میاد. پدرش رو دشنام ندید ابو جهل رو، این فوش شما به پدرش هم نمیرسه. آدم زنده که اکرمه میخواد مسلمان بشه داره میاد، این رنج میکشه، این درست نیست. و پیامبر هم وقتی که ایشون اومد بهش خوش آمد گفت خوش اومدی ای راکب مهاجر و فلان اینها. بعد گفت یا رسول الله همسر من اینجوری به من گفته که شما منو بخشیدی. گفت آره تو رو بخشیدم. گفت تامین دادی؟ گفت من تامین دادم. گفت حالا که اینجوری من شهادته میدم و شهادت دادم مسلمان شد. پیامبر خدا وقتی این صحنه شد این سرش انداخت پایین و خجالت میکشید. خجالت میکشید. پیامبر دیگه حالا عقد این دو تا زن مرد رو هم خوند و گفت که با هم حالا محرم شدید. گفت نگاه کن اکرمه، از من چیزی رو بخوای تا حالا کسی نخواسته تا بهت بدم. اکرمه گفت یا رسول الله من میخوام شما برای من طلب بخشش کنید به خاطر هر دشمنی که در حق شما کردم، در هر جایی کردم، از ریز تا درشت، این طلب بخش کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت چشم، خدای اینو ببخش، در هر جایی که دشمنی کرده، در هر راهی که صد اسلام شده این رو ببخش. بعد گفت یا رسول الله نگاه بکنید، من در راه دشمنی با شما پول خرج کردم، وقت گذاشتم، سختی کشیدم، کاری نبوده که نکردم. هر آنچه که اون موقع کردم الان در راه دفاع از دین خدا دو چندان اون کار رو انجام خواهم داد و هیچ کوتاهی در این مسیر نخواهم داشت. و از حالا به بعد من شمشیری هستم در راه خدا و مجاهدی هستم برای مسیر راه خدا و هیچ کوتاهی در این مسیر نمی کنم. و این زن و مرد ام حکیم و همسرش اکرمه بن ابی جهل کنار پیامبر بودن، با یاران رسول خدا بودن تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت که از این دو هم راضی بود. اما میخوایم قسمتی از جهاد ام حکیم رو داشته باشیم، قهرمانی های این بانوی بزرگوار. ام حکیم با همسرش اکرمه به طرف سرزمین شام رفتند و اونجا برای جنگ با رومی ها. در جنگ یرموک جنگ شدیدی بین مسلمان ها در گرفت، خیلی کشتار زیادی شد. زنان مسلمان هم به ویژه زنان قریشی که مسلمان شده بودن اونجا هم با شمشیر اینها دفاع کردن از مسلمان ها. از جمله ام حکیم مثل یک قهرمانی، مثل یک مبارزی در اون میدان جنگ چنان می جنگید که حتی از مردان بیشتر در این جنگ دفاع می کرد. و این در این جنگ بالاخره اما اکرمه شهید شد و به شهادت رسید و خداوند پاداش شهادت رو نصیب اکرمه بن ابی جهل همسر ام حکیم کرد. خب ایشون 4 ماه و 10 روز صبر کرد. خب میدان جنگ بود اینها. خالد بن سعید بن العاص که اونجا هست از این درخواست خواستگاری کرد. از این خواست
گفت با هم بیا ازدواج بکنیم. حالا جنگ هم فردا بود، جنگ خیلی خاصی بود که معروف هست به وقعه مرج الصفر که جنگ خیلی ویژه‌ایه که در اون زمان رخ داد که تاریخی داره، در جنوب دمشق بود. خواستگاری گفت حالا که زمان شما تموم شده وقت هست، میخوای با هم ازدواج بکنیم. گفت نگاه کن جنگ خاص هست خالد، در این جنگ من میخوام که جنگ اتفاق بیفته، بعد از جنگ انشالله واسه اینکه خدای نکرده مسلمان مبادا شکست بخورند و فلان، بعد ما با هم ازدواج میکنیم. گفت نگاه کن، رو به ام حکیم کرد، این خالد ابن سعید ابن عاص، گفت نگاه کن من احساس میکنم که من در این جنگ به شهادت خواهم رسید، دوست دارم که خب امشب اگه بشه با هم ازدواج بکنیم. گفت هر رأی خودت، هر جور خودت صلاح میدونی. اون شب اینا بالاخره ازدواج کردند و فردا صبحش هم خالد ولیمه داد و بالاخره مجاهدانی که بودن بهشون غذا داد و دعوتشون کرد و گفت بیایید و ما بالاخره ازدواج کردیم. و اما بالاخره جنگ در گرفت، اون روز جنگ در گرفت و پیکار سختی بین مسلمانان و رومی‌ها رخ داد. خالد در اون جنگ به شهادت رسید. اما ام حکیم که گفتیم وقتی اینا با شمشیر اینا می‌جنگیده، اینجا که دیگه جای خودشه. ام حکیم میگه این لباس‌های خودش رو جمع کرده بود که لباس زنانه بود آماده برای رزم و می‌جنگید که میگه آثار اون حتی مشخص بود. همسرش هم که شهید شده بود اون زخمایی که برداشته بود زخم‌ها رو هم بست که این آثاری که میگن در تاریخ نقش شده که اینا مثلا اون شب عروسی مثلا حنابندان یا عطری چیزی که دارن هست. اما ام حکیم چنان قهرمانه در اون میدان جنگید که اصلا این سربازان رومی تعجب کرده بودن. 7 نفر از اینها رو میگه فقط با اون خیمه‌ای که اون شب عروسی، چون اینا دشمن اومده بود دیگه، رسید به خیمه اینها، اون عمودی که ستون خیمه رو گرفته بود، 7 نفر از رومی‌ها رو با همون ستون خیمه‌ای که درش زندگی میکرد چیکار کرد؟ اونها رو کشت. بعد از این جریان دیگه عمر خواستگاری فرستاد برای ام حکیم، با حضرت عمر ازدواج کرد و برای عمر 2 تا فرزندی به دنیا آورد به نام فاطمه. فرزندی به نام فاطمه. فاطمه حضرت عمر به اسم خواهرش و به اسم حضرت فاطمه که مادر همسرش باشه، دختر پیامبر باشه، اسم گذاشت و که بعدها میگن این فاطمه با پسر زید بن خطاب ازدواج کرد و اخبار نشون میدن که ام حکیم در زمان خلافت حضرت عمر از دنیا رفت، یعنی در سال 14 هجری. خداوند بهشت و خیر و رحمت و شامل همه این بزرگواران بکنه. قصه صحابیات دیگه تقریبا در اینجا به پایان میرسه. باز ما میریم دنبال اصحاب پیامبر، اگه خدا بخواد ادامه سیرت اصحاب رو با هم خواهیم خوند. نکته ای که برای من قابل تأمل دوست دارم از این قصه ها دریافت بکنیم اینه که این قصه ها و این سیرت ها به ما آموزش میده که واقعا تا زمانی که مرگت فرا نرسیده تو فرصت توبه داری، فرصت برگشت داری. یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله همشون از همون ابتدا مسلمان نشده بودن، همشون زمان ابتدا کنار پیامبر نبودن. ببینید خیلی هاشون دشمنان پیامبر بودن، قدم به قدم یکی یکی مسلمان شدن، باز کنار پیامبر قرار گرفتن. اولا نشون میده که باید دید ما نسبت به سایرین غیر مسلمانان دیدی سراسر محبت و خیر باشه، که این برنامه ریزی رو داشته باشیم، این روحیه رو داشته باشیم که اونها به سوی خیر هدایت بیان. ثانیاً هر کسی رو که اگه امروز در گناهی در معصیتی هست به این دید گناه و معصیت فکر نکنیم همیشه هست، فردا این شاید توبه کرد و بهترین نصیبش رو. شاید ما که امروز خودمون رو فکر میکنیم خوبه، فردا شرایط بدتری برای ما فراهم بشه. نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نگاه اسلام به عبارتی نسبت به بندگان نگاهی سراسر رحمت و بخششه، نگاهی که فرصت میده به انسان، از انسان میخواد که برگرده، میخواد به سوی توحید، به حقیقت، به سوی بندگی، به سوی پاکی برگرده و هر وقتی که هم برگرده خداوند استقبال میکنه از بندش، مجال به شیطان نمیده که شیطان بخواد اون رو نابود بکنه. نگاه کنید ما داستان هند رو خوندیم، همسر ابوسفیان رو، امروز داستان ام حکیم رو در 2 جلسه با هم خوندیم، امروز و دیروز و فلان. ببینید این داستان ها چه داره به ما میگه، چه داستانی رو چی نقل میکنه. برای ما نشون میده که باید هم فرصت رو برای خودمون برای هدایت فراهم بکنیم، هم فرصت هدایت برای همه، هم دید باز داشته باشیم، سعادت داشته باشیم، هم آمادگی بخشش داشته باشیم. خب همه شما بزرگواران رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.